اولین ولاگ گرفتم براتون با هزینه‌های یک روز از زندگی من. خب اینجا تازه از خواب بیدار شده بودم و خیلی خوابم میومد. اینجا دیگه آماده شدیم که بریم به سمت بیمارستان که سعید ناخنش رو بکشه، چون ناخنش توی یکی از ویدیوها در اومده بود. رفتیم به سمت نسی و اینجا نسی به ما ملحق شد. برای صبحونه یه دونه کیک خوردیم که هزینه شد 20,000 تومان. اینجا دیگه رسیدیم به بیمارستان. همون اول که رسیدیم نگهبانی بهمون گیر داد و نداشت که براتون فیلم بگیریم. اینجا داشتیم برمیگشتیم به سمت ماشین که سعید خیلی خوشحال بود چون دکتر گفت ناخنتو نمیتونم بکشم که اگه بکشم دیگه در نمیاد. یکم گرسنمون شد و رفتیم یه ناهاری خوردیم که هزینه شد 300 تومان. بعدش رفتیم بنزین بزنیم که هزینه بنزین شد 60,000 تومان فاکینگی. بعدش نوبت پاکسازی پوست داشتیم که رفتیم صورتمون رو پاکسازی کردیم که هزینه شد 350 تومان. از سالن اومدیم بیرون، بارون خیلی شدید بود و حسابی خیس شدیم، می‌خواستیم بریم به سمت باشگاه. رفتیم یکم باشگاه تمرین کردیم و حسابی خسته شدم. اومدم خونه. هزینه کل روز زندگی من شد 730,000 تومان. بالاخره